شون دوری میدان استراحت کنند. Always kappa. Always kappa. Agar mazos imunitar. به پهلوانی مهمان معرفی کنه دوما ایوب پهلوان از شهرستان آماده کشتیگیری شدند. حالا در میدان ایوب پهلوان با لباس ورزشی کپور با پهلوان قربان محمد رحمت‌زاده از صاحبان میدان آماده کشتیگیری است و میان همدیگر را داشته کردند و خلاص دونيرات ويقبا إلا بكرب ويا برزان وخبارات قبا بلند گوشتو شاس چند کشد و تا سامانی مونده شده و هر دو پهلوان برای کنه اصفر علی بچه جمع کنه اونجا خزونه اونجا خوبه گسیسی بس پهلوانی محترم خواهش میکنیم تمنا میکنیم که انا در رستمه نوروز امسالی ما از گوشه و کنار جمهوری پهلوان های خیلی وزیر آماده گوشتنگیری هست و همین را انتظاری میکشن که نوبت با آنها رسند همون رستنگی عید به کلندره بازی رو به انجام رسونیم. انا بیار گو ریس میگو خیز فرود خوشی تشکیل شد دوا پریو يشون قرد مات روس صباحكم بخزين دولاران خرابی شدی در حاضر $100 مورد شده است و همت بلندشان مسئولین ملت‌جویی می‌کنند در روزگارشان روزگاری‌های فراوان است درگاه خداوند تمنا می‌کنیم. از طرف آموزی معبود و خزینی دوران لحظه خدا خیرشان و نگاه قبول گردونید. از طرفی شاعری مردمی دلشاده ذکریا شعر موسیقی نوروز تلبیرک و ما آمده است آنچه آن را کمال میکنیم. آوازداری منزلی شمع میان منزلی نقشی قدیمی در دهان در خط قرآن گنجلی در حفظ کشور هر زمان موندی گرفتون مرگ جان بودی سپر در بوتمان در زیر پا میدان جلال قرآنی پاک در کام در دشمن سر میکشید افتاده بود در دام همراهیان مجلسی بیچارگان را مونسی هر جا که رفتم دیدم دارد بنا من مخلصی باطل بود شاهی وطن خنجر بزد بر اهرمن صد شکر امروزی کهن صد شکر امروزی کنه پردارد عطوب تلوی بردارک کلیا محترم غیرت کنید بازی زیبا رفته هستم من از دیگر گفتم همین ای مردمی تا ناهنین از روزی اول تا هنوز باید بنامت آفرین هزاران عمل به شکل خیل بهار است تو بریزد ریز باران بهار است تو بریزد ریز باران نشان میخواهم از من روزگاران هر آن نخلی که بنشاندم شود کاش ستونی خانه نوخانه‌داران بازی از نوعی جبار فرو
با پهلوان اسلوی و صاحبان میدان به هم دیگر خوب سنجی کرده استادن. در میدان پهلوان نکبخت از ماهی جبار رسول بولیباتی و ورزشی و پهلوان اسلوی و صاحبان میدان بولیباتی و ورزشی و خوبی هم دیگر را تجمیل استادن. بودی پهلوان ها یک روزو که آینی نیزو مثل سومونی به هر دو پهلوانان برای کرده شد. التماس پهلوانان در میان عزیز دوسته 50 سومون از طرفی مخلصان از طرف برادری استوی و سخت جاوشی ازامی دور میدان خالد را بر یک پهلوان دادن. حالا در میدان پهلوان خسرو بود از صاحبان میدان با پهلوان نکبخت خوب سنجی کرده دادن و هر دو پهلوانان برای کل میخونیم. در میدان پهلوان های نوبتی 50 سومون نه 50 بس میشم نیزیم با نکبخت پهلوان است با این جبارشون بولیباتی خوبی همدیگر را سنجیده دادن و هر دو پهلوانان برای کل میخونیم. وزماسیون کاسا نه استوپش نکنه من اینا در یوتیوب میفرستم. از جانبی پهلوان استخوان سرسامانی به خزینه دامنان زمگردی موافقی حکم دومن حقیقی پهلوانان استخوانیده بشید پهلوان ها بازی رو دوام بگیرند. ابو رای همه جا گوشتین دبرو وارده باید تاست نه کی آقای بالا کجا شریف حالا نمیشایم ابو را چکلی برو وارده میدان دا باید تاست کی بود تو باشه چکی نداره خودم شخصی مهمانی محترم یکی از فشکاری برومند یکی چندین سوگندگی مشروع پیکرده یوری آمدست یوری بهرزدارشون یکمی آوری بود در راستنی خوری خدا رسیده بود زلفقها حضور داره از جان شما او خیلی مطلب نگوید و خدا بولو تیلت نگه بانو به خدا تیلت نگه روی چشم کردیم زور از نو سیزه نگه شکست پوچ کن من تو تیله نگه من در گوشتیگم زدم که تیلم کنم والا تیلم کنم که والا در میدان پهلوان خسرو بود با پهلوان نفخ پهلوان از جایی خوب سنجی کرده دادن به هر دو پهلوان برای سال 50 سومانی از طرف استخوان 50 سومانی دیگر افسردینه برای پهلوانان در بالای دوست باشید عن مرمتا عن خموني شمسة أكا مقصود وأكا مقصود أكا مقصود برای کوسایجی نکبخت پهلوان تیلاش نکاره به خدا دوای با پهلوان روزداده از دیوی پسی کوسایجی کرده غفور سخت قاب برای پهلوانان سخت قاب بود یک بالا پیش خارجی خیلی از پیک موضوع تصوری در میدان پهلوان های نوبتی خسرو بود با مراد از آن پهلوان های همین زیان اگر دیگه این فرقی دیگه
یا سفارو شیشی مرمادم غفور پول نزد در این کلتنجی پهلوان خسرو بود دست گلو گشت غفور کبی آوردی اگر پهلوان لک بیفته باشد استراحت نکنید اگر پشتش زن شده باشد یا جمجمجر مونده بگرد حالا پهلوان نودینم از فاتح ها بود آماده گوشتین گریشتن با لباس ورزشی سفید با پهلوانی نوبتی از صاحبان میدان خسرو بود خوب سنجی کرده ایستادن به حد پهلوان بودی پهلوانان یک گله یک روزا و یک بولیس خسامانی دیگر از نام انور بالای برد عبدالغفار خسرو با سامانی دیگر زن شد 200 سامان زن برد پهلوانان یک قالین یک بالا پشتی خارجی یک بالشت برد پهلوانان از سال قدیمی نوروزی جدا کرده شده است برد پهلوان برای کار تمنا دارد برش اونجا خواهش میکنم از نفران متصدی از میدان کمتر و انتظام آورده بابا جان قربانوف $50 دیگر به خزینه وارد کرده شد و این فرد برآمد دیار در این روزی سعید سربلندی و برداری آرزومندیم عبدالوهاب قربان و شادروان نفر برندی پیوسته در آبادانی دیار صحبی با صدا و نظرنس داشتند و اینچنین برادر اون کس نفر حسن نفر رفشنفک نفر حسن پیوسته در آبادانی دیار در پیشروی دیار یک تحمیل نظرسی خود را میگذارند ساتور عبدالستار 50 سامانی دیگر بالای بردی پهلوان ها زن کرد 50 سامانی بردی پهلوان ها عبدالغفار خسرو زاده